نرم افزار افتر افکت رو باز میکنیم، بعد بیاریم داخل افتر افکت کامپوزیشن باش درست میکنیم، بعد در قسمت ترکر اگر نبود تو قسمت ویندو قسمت ترکر رو انتخاب میکنید. این ترکر که اومد ترک موشن رو میزنید. سوژه‌تون رو همون قسمتی که میخواید شروع بکنید به صحبت رو میایید و این قسمتش رو که کنتراست بالاتری داره انتخاب میکنید و از همینجا این قسمت رو آنالیز میکنید که تا انتها بره. بعد که ترک کردن تموم شد این قسمت رو میاریم قسمت استابلایز قرار میدیم و اینجا اپلای میکنیم. اپلای یه اوکی هم میکنیم و همین راحتی. این ویدیومون به این شکل شد. برای اینکه حالا این قسمت سیاهامون از بین بره باید اسکیلش رو ببریم بالا. بعد از تغییر اسکیل ذخیره میکنیم و خروجی میگیریم. اگه میخواین ارزش ویدیوهاتون رو از بین ببریم و سوژه رو دنبال کنیم ریلز بعدی رو ببینید.